با تغییر درجه حرارت هوا یا با گرم شدن و سرد شدن هوا، عملی انبساط انقباض در هوا صورت میگیره. یعنی هرگاه هوا گرم میشه، ذرات تشکیل دهنده هوا یا مولکول های هوا از یکدیگر فاصله گرفته، حجمشان بزرگ میشه و دارای فشار کمتر میشه. برعکس، هرگاه هوا سرد میشه، با سرد شدن هوا ذرات تشکیل دهنده هوا یا مولکول های هوا متراکم شده با هم نزدیک میشه، حجمشان کوچکتر شده و یک فشار بیشتر دارست. و خاطر از اینکه بتانیم عملی انبساط و انقباض در هوا به صورت بهتر و خوبتر بر دانش آموزا نشان بدیم، ما دو عملیه را در نظر گرفتم که برای اجرای عملیه اول ما و شما با یک عدد بوتل پلاستیکی، یک دانه پخانه، دو تا ظرف آب که بتانیم در یکشان آب سرد و در یکشان آب گرم ذخیره کنیم، آب گرم و آب سرد ضرورت داریم. روش کار چه قسم است؟ اول من میگیرم یک بوتلی که خالیست از دیگه مواد، تنها هوا درش وجود داره، یک پخانه را در دهن بوتل نصب میسازم. شما در این وضعیت میبینید که در داخل پخانه کدام هوای خاص وجود نداره. هرگاه من بگیرم بوتلی که درش پخانه نصب شده را در بین آب داغ قرار بدم، ببینیم چی اتفاق میفته. من یک مقدار آب داغ در اینجا میندازم. البته باید خیلی مواظب بود زمانی که عملیه را اجرا میکنین، متوجه باشیم که خود ما را یا دانش آموزا را نسوزانیم. بهتر است استاد خودش فعالیت اجرا کنه با آب داغ که به کسی آسیب نرسه یا احتیاط در نظر گرفته شود. زمانی که من بوتل در بین آب داغ قرار میدم، میبینیم چی تغییر در اینجا به وجود میاد. شما میبینید با قرار گرفتن بوتل در بین آب داغ، هوایی که در بین بوتل قرار داشت حرارتش بلند میره، باعث از این میشه که انبساط کنه و دیگه بوتل گنجایش هوایی را که در آغاز داشت نداشته باشه و هوای اضافی بره داخل پخانه و باعث انبساط پخانه شود یا باعث از این شود که حجم پخانه بیشتر شود. این بر ما عملی انبساط هوا را نشان میده. یعنی هوا وقتی گرم شود انبساط میکنه. اگر ما بگیرم دوباره بوتل در بین آب سرد قرار بدم یا دوباره هوای داخل بوتل سرد بسازم، چی اتفاق میفته؟ یک مقدار آب سرد میگیریم، ما میبرم بوتل این بار در بین آب سرد قرار میدم. هر قدر آب سرد باشه نتیجه بهتر و خوبتر میتونه باشه. شما میبینید که با قرار گرفتن بوتل در بین آب سرد، هوای پخانه دوباره کم میشه یا تخلیه میشه. این به این مفهوم که وقتی من بوتل دوباره سرد ساختم، هوایی که در بین بوتل قرار داره با سرد شدن ذراتش متراکم میشه، ذراتش با هم نزدیک میشه و باعث از این میشه که پس هم جای اولی خود اشغال کنه یا جای اولی خود پر بسازه و هوایی که بیشتر با گرم شدن بوتل داخل پخانه رفته بود از پخانه تخلیه شود، پس داخل بوتل جای بجای شود. با اجرای از این فعالیت ما و شما میتونیم عملیه انبساط و انقباض در هوا بر دانش آموزا تشریح کنیم.